آدم که میمیره به کجا میرود؟ چرا میگیم انا لله و انا الیه راجعون؟ یعنی ما از آن خدا هستیم، ما مال خدا هستیم و بازگشت ما هم به سوی خداست و باید این را بدانیم. عزیزان خوب دقت کنند، شخصی که انسان صالح است با مرگش یک زندگی فوق ایدئال را شروع می کند. یک انسان صالح با مرگش یک زندگی فوق ایدئال رو شروع می کند. مرگ از بین رفتن نیست، نابود شدن نیست. این قبری را که شما ملاحظه فرمودید با چشم سر دیدید این گونه نیست. حقیقت این ما که از اینجا رفتیم، اون قبر طبق حدیث صحیح انما القبر روضة من ریاض الجنه و حفرة من حفرات النیران، قبر از دو حال خارج نیست، یا باغچه‌ای از باغ‌های بهشت یا گودالی از چاه‌های جهنم است. ما باید کاری بکنیم که رضایت خدا را به دست بیاوریم که وقتی که مردیم قبر ما تبدیل به روضه‌ای از روضه‌های، یعنی باغی از باغ‌های بهشت بشود. این بنده خدا هر وقت مثلا دردش می آمد می گفت یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، همه‌اش با الله بود، همه‌اش در ذکر خدا بود و خدا خواست اون را از ما گرفت برای خودش. الحمدلله و المنه. من خدا را سپاسگزارم، خانواده ما چه زن چه مرد چه بزرگ چه کوچیک کاملا به این خواست خدا تسلیم شده ایم و راضی شده ایم. ما میخونیم، بررسی میکنیم که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام به عنوان یک مسلمان چگونه در مقابل خواست خدا تسلیم شد. ما هم باید تسلیم بشیم. ما بنده خدا هستیم، ما خودمون هم مال خودمون نیستیم تا فرزندمون مال خودمون باشد. خدا رحمت کند مرحوم مغفور شیخ ثابت رحمت الله علیه را. میفرمود این بیت شعر رو زیاد تکرار میکرد راجع به دکتر احسان که اون وقت تحصیل میکرد در مهاباد. میگفت که من نگرانش نیستم، فرزند بنده ایست خدا را غمش مخور، تو کیستی که بهز خدا بنده پروری. من فرزندم را تحویل خدا دادم و فرزندم را تحویل خدا دادم، چه کسی بهتر از خدا تحویل گیرنده؟ بنابراین ما اصلا خداوند متعال به ما تسکین قلب داده. اگر اشکی از چشممان فرو میریزد به خاطر فراغه، نه اینکه خداوند چرا این فرزند ما را از ما گرفت. داده بود برای گرفتن، ما اینجا برای موندن نیامده ایم، برای امتحان دادن و از این دنیا رفتن. این امتحانشو داد، امتحانشو تمام کرد و پیش خدا رفت. این بنده خدا در علم توحید یک شخص مجتهد بود واقعا. قرائتش، تلاوت قرآنش، دعایش، مدتی امام مسجد بود. دشمنان ما نتونستن تحمل بکنن اون صدا از مسجد بیاد بیرون و بردن تو دادگاه ویژه، ازش تعهد گرفتن که حق نداری از اون بعد نماز بخونی. چرا؟ او میتونست با همه علمایی که تو منطقه هستن امتحان بدهد، نمره خوبی هم بیاورد. حالا حوزه علمیه نرفته. ابن العالمی نصف العالم، ابن العالمی نصف العالم. و ایشون هم قبلا هم نمیخواست این مسئولیت را قبول بکند. من اصرار میکردم، میگفتم این قرائتی که تو داری، این صدایی که تو داری مردم دوست دارن. ما رفتیم برای حج، این رو گذاشتم برای جای خودم نماز امامت بکند در مسجد. بعد برگشتم آمدم، یکی دو بار من نماز خوندم. بعد حاج فرامرز حفظه الله تعالی الان تشریف دارن اینجا، فرمودن که شما اینو برای ما امام گذاشته اید، بذار این نماز بخونه. چون از خوندن نمازش، از آهنگش، از صدایش لذت می بردن. منم تفویض کردم این امامت نماز جماعت را به ایشون که من در
زندان بودم، اینو هم بردن دادگاه ویژه، ازش تعهد گرفتن تو حق نداری اونجا امامت بکنی. یعنی در مسجد، امامت مسجد خودمون هم در اختیار خودمون نیست. انا لله و انا الیه راجعون را برای این باید گفت، نه برای این که من پسرم را از دست دادم. این جوانها همه پسرای من هستند، این جوانهای موحد توحیدی همه فرزندان این بنده هستند. این علما بزرگوار همشون عزیزان ما هستند، تو منطقه دارن خدمت میکنن. خداوند توفیق بیشترشون عنایت بفرماید. من از حضور همه حضرات تشکر و قدردانی میکنم. از شما تقاضا دارم، خواهش من این است، به زحمت شما راضی نیستم، سنتم همین است که آمدید انجام وظیفه کردید و الان هم از اینجا مستقیما هر کسی میره دنبال کار و زندگی خودش. فقط بعد از ظهرها کسانی نیامدند برای تسلیت گفتن ما ایشون رو ندیدیم، تشریف بیارن. مردها، آقایون در حوزه علمیه محمدیه، خانم‌ها هم میرن تو ساختمانی که من اونجا ساکنم، اونجا چند دقیقه میشینند و تسلیتی میگند و بر اساس شریعت اسلامی. وضعیت ما در این جاها این گونه هست. ما در کشورهای خارج که میریم اونجا بزرگترین شخصیتشون وفات میکند، وقتی که بردن دفنش کردن هر کی میره به خونه خودش کار تمام شد دیگه. نه هفتم دارن، نه چهلم دارن، نه سالگر دارن، نه هیچی. و دعای خیر. ببین من از شما تقاضا میکنم، از همتون، از علما بود برای